خیر افغانستان تمام شود. آقای مجددی، به شمول ما شاید بیشتر بیننده ها به یاد داشته باشند، من چرا گفتم که آقای مجددی مشخصا خودشان موقعیت های متفاوت و یا هم موقعیت گیری های متفاوت در برابر آقای حکمتیار داشته. اگر به یاد داشته باشین در زمان کوتاه ریاست جمهوری آقای مجددی شخصا آقای حکمتیار را متهم به توطئه به خاطر قتلشان کردن، گفتن تیاری مرا سقوط میخواست بده و از خداوند خواستار مرگ آقای حکمتیار هم شده بودن. یعنی طرز دید ما به خاطر ازی گفتم که متفاوت شاید باشد. شما آل جبهه ملی افغانستان، جبهه نجات ملی افغانستان، آقای حکمتیار به حیث یک رهبر حزب مشروع در قبال جبههتان میپذیرین در افغانستان یا خیر؟ اما قبلا به شما عرض کردم که جناب عزیز به طرفدار صلح هستند و طبعا اما آقای حکمتیار کوشش کرده بود به اساس گفته آقای مجددی که جان آقای مجددی را بگیره. او موضوع بعدا واضح شد، در شروع غلطفهمی بود. او عمل از طرف آقای حکمتیار واقع نشده بود، از طرف یک گروه دیگری بود که در او شخص احمد شاه مسعود مرحوم متهم بودند و او به موضوع با ما بعدا معلوم شد. طبعا وقتی که حرکت به باعث تعبیر شد تصرف حکمتیار صاحب است، چون در او تحریه از دست ما تنها نبودن، 92 نفر از کابینه دولت و سران مجاهدین در او تحریه بودند، از دست واکنش نشان دادن، واکنش بر حق بود. ولی موقف از دست همیشه طرفدار صلح هستند و با هیچ شخصی کدام عناد یا دوستی به اساس رابط شخصی نمیکنن، برای پرینسیپ است. امروز به ارتباط که حکمتیار صاحب تشریف میارن، یک تحول بسیار بزرگ در موقف حکمتیار صاحب است. حکمتیار صاحب تا مدت نزدیک هم با دولت در ستیز بودن و در جریان جهاد هم متاسفانه به بعض گروه های دیگر جهادی درگیر بودن که امروز اینا روش نرمی را در پیش گرفتن. ما استقبال میکنیم و امید داریم که انشاءالله روششان طور گفته هایی که داشتن گفته های معقولی بوده که جامعه عمل بکشه و به خاطر ما را فارندیک میگیریم. آقای مجددی، هرچند بحث ما میخوایم که در مورد روس باشه، اما تاریخ همیشه جالب است. چیز جالب ما از شما شنیدم، گفتین که آقای حکمتیار مسئول سقوط دادن و یا هم تلاش به خاطر سقوط دادن تیاری که رهبرای مجاهدین با آقای صبغت الله مجددی بود نبودن، بلکه متهم اصلیش احمد شاه مسعود رهبر فقید بوده. که بعدا به دست معلوم شد که این کار از طرف همکارای آمس احمد شاه مسعود صورت گرفته بود. ولی باز شما ببینید با واسه به ما این موضوع معلوم شد، جناب عالی چون موقف شخصی نمیگیرن. اینا در وقتی که طالبا بر افغانستان تسلط حاصل کردن، از آمس احمد شاه مسعود حمایت کردن و اونا را تلاشایشان را برای دفاع از افغانستان تقدیر کردن، چون موقف جناب عالی همیشه روی پرینسیپ و روی اصول است. بله. شما چی فکر میکنین با اینطور یک تخاصم و یا هم با اینطور یک تعامل که به گفته شما یک رهبر و یا هم یک فرد خواستار کشتن و یا هم از بین بردن فرد دیگی باشه، ادامه کار در موجودیت آقای مجددی، آقای حکمتیار، هم پیمانان ارشد و یا هم سرسپرده آقای احمد شاه مسعود که شما اونا را متهم به تلاش به خاطر قتل قبلگاهتان میکنین، این آینده سیاسی چگونه شکل میگیره در افغانستان؟ به شما عرض کردم که ما برای اصول موقف خود جناب عزیز صاحب میگیرن. ما توقع داشتم شما قدر به تاریخ برگردیم، ولی شما رو بهتون عرض کردم که جناب عزیز صاحب بعدا موقف مثبت را که آقای مسعود گرفتن از او حمایت کردن و رابطه بسیار نیک با همکارا هم آقای مجددی ندارن، چون ناد شخصی ندارن و او حرکت اینا مقابل عزیز مقابل یک کابینه، یک دولت مشروع و نوبنیادی که به همکاری جمعیت اسلامی افغانستان و دیگر احزاب به میان مقابل همه گیرد. آقای مجددی، بین از گفته های امروز آقای حکمتیار و آقای عبدالله نقل قول بکنیم و واکنش شما رو بگیریم. آقای حکمتیار از آقای کرزی شکایت کردن و گفتن که شما باید نمیگفتین که طالبا را برادر دیگر خطاب نمی‌کنیم، طالبا برادران ما هستند. در واکنش آقای عبدالله گفت که با این نظر موافق نیست، اما پس از این به خاطر احترام به آقای حکمتیار طالبا را برادران آقای حکمتیار خطاب میکنن. شما موقفتان چیست؟ طالبان برادران آقای حکمتیار هستند و یا هم برادران شما و جبهه‌تان؟ طالبا گروه های مختلفی دارن. اونهایی که وقتی طالب میگیم طالب
مطالبی که فعلا در مقابل دولت می